به نام آنه که جان آفرید. یکی از آرزوهای پدران و مادران که آن را از ما پنهان می‌دارند این است که ما فرزندان آنها را به زیارت خانه خدا به حج فرستانیم. بله، آنها این آرزو را پنهان می‌دارند و ما نمی‌گویند تا که ما ناراحت شویم، ولی ما فرزندان باید حرکت بکنیم که این آرزوی آنها را عملی کنیم و بدانیم که این مبلغی که ما در این راه صرف می‌کنیم این مبلغ ما نیست، این مبلغ آنها است. چنانکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند تو و مال و ملک تو از آن پدرت است و این چنین بهتر می شود که با همراهی آنها این عمل فرضی را ادا نمود. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.